سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقای رضا جمهور اگه اشتباه نکنم از همراهان کانال گفتن که ساسانیان یکی از بدترین و فاسدترین سلسله‌های تاریخ ایران بودند. از اختلافات طبقاتی، فساد دربار، قتل شاهان توسط پسران خودشان، ترویج دینپرستی فاشیستی زرتشتی و ممنوعیت‌های ادیان دیگر، جنگ‌های بیهوده و شکست‌های پی در پی از اعراب مسلمان و نابودسازی فرهنگ ایرانی ماد و اشکانی توسط ساسانیان و به فنا دادن ایران و همه کار ساسانیان هندی نژاد بود. فکر می‌کنم این واژه هندی نژاد که استفاده کرد وضعیت ایشون مشخصه دیگه، طرز تفکرش و اینکه پانه و از کجا اون فکرش و اینا نشأت گرفته و داره نشخوار میکنه مشخص شد دیگه. فکر نمی‌کنم نیاز باشه بخوایم همه اینا رو توضیح بدیم. ساسانیان بدترین و فاسدترین سلسله تا کجا اصلا همچین چیزی رو نمیشه با هیچ گزاره تاریخی اثبات کرد. بدترین و فاسدترین بودن. 500 سال تقریبا، حالا 400 خورده سال دووم آوردن. بعد کلی از ثمرات اینا ارث رسیده به حکومت‌های اسلامی و باعث شکوفایی‌های دوران اسلامی شده. چجوری اینقدر بد بودن؟ بعد میاد میگه اختلاف طبقاتی دوباره باز میگردیم به اون بحث زاویه دید و نگاه بهتر. اختلاف طبقاتی اونطوری که دوستان مفسر غربی برای ما تشریح کردن به اون شکل نیست در دوره ساسانی. اما طبقه بندی رو ما داریم، برای رومی ها هم داریم. اونا هم طبقه بندی خود خاص خودشون دارن، شهربندی روم دارن، برده دارن. اونا هم اگه وارد جزئیاتش بشید و طبیعت اصلا اون دوره همین بوده. در همون عربستان به قول دوستان ملخور هم همین اختلاف طبقاتی بوده و همین الان هم تو جامعه ما هست. حالا شما میتونی روش اسم بذاری، میتونی نذاری، اختلاف طبقاتی همیشه بوده. فساد دربار و قتل شاهان توسط پسران خودشان. اتفاقا ما تو دوره ساسانی کمترین اتفاقات این تیپی رو داریم و در مقابلش در رومی ها میبینیم که وضعیت افتضاحه و فکر کنم اصلا ویدیو رو ندیده، هرچی کامنت گذاشته، اصلا نمیدونم چرا، فکر کنم تامنیل رو دیده برای خودش کامنتی گذاشته دیگه. آخرام که میاد میگه ترویج دین پرستی فاشیستی و زرتشتی، بعدم میاد میگه ساسانی‌ها هندی نژاد بودن. نمیدونم، اصلا فکر کنم اشتباه کردیم جواب ایشونو دادیم. و بعد ممنوعیت ادیان دیگر هم که گفتیم از دوره پیروز به بعد تقریبا نداریم. شکست‌های پی در پی از اعراب مسلمان رو بهش میرسیم که اینطوری هم نیست. نابودسازی فرهنگ ایرانی ماد و اشکانی هم ماد و حالا نمیدونم از کجاش آورد. ساسانیان به مادها چیکار داشتن که حالا احتمالاً این طرفدار افکار خانم پروانه پورشریعتی اشکانی خیلی ماد و اشکانی و ملوک و طوایف و اینا رو میپسنده. بعد میاد میگه ساسانی‌ها هندی نژاد بودن، از اونور دین زرتشتی هم که فاشیستی بوده نزدیک است. انگار هرچی کمونیستیه ریخته توی کامنت های ما داره برای ما کامنت میذاره. خب امیدوارم که از این پاسخ هم استفاده کافی برده باشید و تا قسمت بعدی بدرود.